همونطور که توی اپیزود قبلی بهتون قول داده بودم، یه قسمتی رو توی پادکست تریاج اختصاص دادیم به آموزش‌های روتین اشتباه در پزشکی که اسمش رو هم گذاشتیم آموزش برعکس. اینجا قراره یه سری از آموزش‌هایی که به شکل سینه به سینه بهمون گفته شدن و اشتباه هستن رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. یکی از کارهایی که در تمام دنیا به شکل روتین برای بیماران با خونریزی گوارشی انجام میشه، قرار دادن لوله معده یا NG-تیوب و بعد شستشو دادن و لاواژ برای مشاهده خون در معده است. یادمه وقتی که من اینترن بودم، مریضای زیادی داشتیم که با خونریزی گوارشی بستری می‌شدن و ما باید به طور مداوم بالای سر اونا می‌بودیم و تا زمانی که ترشحات معده کاملا شفاف نشده باشه شستشو میدادیم. کار خیلی سخت و وقتگیری بود و چه شب‌هایی که من تا صبح بیدار بودم و معده مریضا رو شستشو میدادم و فکر می‌کردم که دارم خیلی کمکشون می‌کنم. الانم وقتی توی اورژانس راند می‌کنیم، خیلی از مریضا رو می‌بینم که یه سوند معده دارن و وقتی می‌پرسیم چرا، گفته میشه که به دلیل تشخیص خونریزی گوارشی قرار داده شده. حالا می‌خوایم ببینیم که آیا واقعاً همه بیمارا با خونریزی گوارشی نیازمند تبیه سوند معده یا NG-تیوب هستند یا خیر. اول از همه می‌خوام اینو بهتون بگم که قرار دادن سوند معده ممکنه برای بیماران دردناک و بسیار ناخوشایند باشه و البته عوارض خاص خودش رو هم داره که خب بیشتر اوقات خیلی خطرناک نیستن، ولی اگر لازم نباشه که قرارش بدیم بهتره که ازشون جلوگیری کنیم. علاوه بر اینا احتمالاً خیلیاتون با بیمارایی روبرو شدین که قرار دادن NG-تیوب در اونها بسیار سخت و فرساست و حتی بعضی اوقات غیر ممکن میشه و تلاش‌های مکرر تو این شرایط ممکنه هم برای بیمار و هم برای خود شما بسیار آزاردهنده باشه. در گذشته در نبود آندوسکوپی به نظر میرسه که راه حل دیگه‌ای برای پزشکان برای درمان خونریزی گوارشی وجود نداشته. به نظر میرسه این رسم اشتباه هم از همون موقع باقی مونده باشه. متاسفانه منابع خیلی دقیقی در مورد درمان خونریزی گوارشی در زمانهای گذشته وجود نداره و من نمیتونم خیلی مستند در این زمینه صحبت کنم. در حال حاضر توی کتاب‌های رفرنس اورژانس مانند روزن و تینتینالی به صراحت گفته میشه که قرار دادن NG-تیوب به دلیل تشخیص خونریزی گوارشی اصلا لزومی نداره و فقط ممکنه در بیمارانی که دچار خونریزی تحتانی شدن برای افتراق اون از خونریزی فوقانی کمک کننده باشه. البته اینو هم باید اضافه کنم که استفاده از این روش برای افتراق خونریزی فوقانی از تحتانی با خطای بسیار بالایی همراهه و در مقالات مختلفی که وجود داره قضاوت بالینی پزشک تفاوت چندانی بعد از این بررسی دردناک نداشته. اولین آندوسکوپ هایی که در تاریخ بشریت ساخته شدن با توجه به اینکه از تکنولوژی پایینتری برخوردار بودن، قابلیت شستشوی معده در زمان آندوسکوپی براشون خیلی محدود بوده و شاید تو اون زمان هم شستشوی معده برای نمای بهتر آندوسکوپی کمی کمک میکرد. در حال حاضر آندوسکوپ های موجود بسیار پیشرفت کردن و میتونن با شستشوی مناسب در زمان آندوسکوپی نمای خوبی رو از داخل معده به ما نشون بدن. مقالات بسیار متعددی در این زمینه وجود داره که تقریبا بیشترشون معتقدن تبیه سوند معده کمکی به بیمار نمیکنه و باعث کاهش مورتالیته یا مقدار خونریزی و یا حتی مدت زمان بستری در بیمارستان هم نمیشه. لینک تعدادی از این مقالات رو در مدیوم‌های مختلف پادکست براتون قرار خواهیم داد. یکی دیگه از استفاده های قرار دادن NG-تیوب که توی آپ تو دیت بهش اشاره شده اینه که ممکنه در تشخیص بیمارانی که در حال خونریزی فعال گوارشی فوقانی هستند برای بررسی اینکه نیاز به آندوسکوپی اورژانس دارند یا نه کمک کننده باشه. در کتاب یامادا که یکی از رفرنس های فوق تخصصی گوارش محسوب میشه، باز همین موضوع به صراحت گفته شده و تنها اندیکاسیون تبیه سوند معده در خونریزی گوارشی رو کمک به افتراق خونریزی فوقانی از تحتانی در بیماران میدونه و البته باز هم تاکید کرده که دقت این روش بسیار پایینه. پس بدونید که در بیماران با خونریزی گوارشی در تمامی شرایط نیاز به تبیه سوند معده وجود نداره و شستشوی معده هم کمکی به اونها نمیکنه و میشه به طور کامل این مورد رو حذف کرد. در صورتی که برای افتراق خونریزی فوقانی و تحتانی هم به اجبار دارید از سوند معده استفاده میکنید، بعد از اینکه بررسی ترشحات معده انجام شد دیگه نیازی به حفظ NG-تیوب وجود نداره و میتونید اون رو خارج کنید تا بیمار نفس راحتی بکشه. خب اولین قسمت آموزش برعکس اینجا تموم میشه و منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد اون هستم. خیلی خوشحال میشم که از دوستان فوق گوارش اگر نظری در این زمینه داشته باشن و یا مخالفتی داشته باشن با ما مطرح کنن تا در اپیزودهای بعدی در صورت نیاز به این موضوع بیشتر پرداخته بشه.